20 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به ناحیه خاولین به دهه شیخ میزان تشریف آورده آسایشگاه برای یتیمان و بیپرستاران را که از جانب صاحبکار وطنی رحم‌الدین کریمов به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است مورد استفاده قرار دادند. بینای آسایشگاه از 20 حجره خواب، حجره‌های کاری، تالارهای مجهز برای آموزش هنرهای دوزندگی، دوریدگری و رسمکشی، کتابخانه، حمام، حجره طبی و انبار برای نگهداری محصولات عبارت میباشد. بخشیده به جشن ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ما صاحبکاران جمعیت دارای مسئولیتش محدود گنج وحدت تصمیم گرفتیم که در ناحیه خاولینگ یک آسایشگاه نو و زمانوی برای یتیمان و بیپرستاران به استفاده دهیم. امروز با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار گرفت. ما صاحبکاران جوان مینه‌داری خویش را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که پیوسته ما صاحبکاران را دستگیری مینمایند و من بعد کوشش مینماییم که برای آبادی و گل شکوفانی وطن خویش سهم ارزنده خود را گذاریم. در حولی آسایشگاه 2 حوض آببازی، میدانچه‌های فوتبال و والیبال و میدانچه بازی کودکان بنیاد گردیده است که برای فراهم آوردن شرایط مساعد استراحت، آموزش و فراغت یتیمان و بیپرستاران مساعدت می‌نماید. اینچنین در مساحت 40 صد زمین گرمخانه تشکیل شده است. در آسایشگاه 30 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. بنیاد چنین مؤسسه اجتماعی نمونه روشن تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان بوده برای بهتر گردیدن شرایط زندگی، تعلیم و تربیت، نگهبانی و فراغت یتیمان و بیپرستاران زمینه خوب فراهم می‌آورد. همچنین تاکید گردید که استفاده درست و با ثمر این انشاءات خوشطرح زمانوی در همکاری با مقامات محلی و جمهوریوی ساحه معارف به راه مانده شود. خوشحالی ما آموزگاران امروز حد و کنار ندارد، چون که ما صاحب یک بینای آسایشگاه نو و زمانوی برای یتیمان گردیدیم که با تشریف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت مورد استفاده قرار گرفت. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با شرایط مهیا گردیده در این مؤسسه اجتماعی شناس شده به اقدام صاحبکاران وطنی و سطح و صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادند. به مسئولان آسایشگاه جهتی در سطح بلند به راه ماندن خدمترسانی، مهیا نمودن شرایط مناسب تربیت، تأمین نگاهبین همه‌جانبه و ظاهر نمودن غمخواری دائمی نسبت به یتیمان و معیوبان توصیه ها داده شد.